سلام دوستان، به این قسمت از برنامه راوی هایپ خوش اومدین. در این قسمت از برنامه میخوایم در مورد رابطه طولانی مدت و سمی سلنا گومز و جاستین بیبر صحبت کنیم که یکی از پرحاشیه ترین و آن و آف ترین رابطه های تاریخ هالیوود هست. این رابطه تا حدود 10 سال همیشه مرکز توجهات بوده و یه طوری ما با اخبار رابطه این دو نفر بزرگ شدیم. هنگامی که جاستین بیبر در سال 2009 به شهرت بی‌سابقه‌ای میرسه، به یکی از پادکست های معروف برای مصاحبه دعوت میشه و در اونجا مجری برنامه ازش میپرسه که اون روی کدوم سلبریتی کراش داره و جاستین هم میگه که اون فکر میکنه سلنا دختر خوشگلی هست. بعد از اون مدیر برنامه‌های جاستین با سلنا تماس میگیره و کاری میکنه که این دو نفر با هم قرار بذارن. من شخصا فکر میکنم که در ابتدا کل شروع رابطه این دو نفر برنامه‌ریزی شده بوده و بیشتر جنبه تبلیغاتی برای فروش بیشتر آلبوم ها رو داشته. باید بدونید که سلنا گومز از جاستین بیبر 2 سال بزرگتره و قاعدتاً در اون موقع سلنا جاستین رو بیشتر به چشم یک پسر بچه میدیده. He's little. He's like my little brother. That's weird to me. حتی در اون موقع خود جاستین هم صرفاً میگفته به نظرش سلنا دختر بانمکیه، ولی نه اینکه بخواد دوست دخترش باشه. و اصلا به نظر من در این صنعت بچه‌ها مجبورن که خیلی زود بزرگ بشن و مثل افراد بالغ رفتار کنن تا سرمایه‌گذارهاشون و اسپانسرهاشون به سودهای هنگفت خودشون برسن. اما در سال 2010 کم کم زمزمه‌هایی میاد که این دو نفر واقعاً دارن با هم قرار میذارن و انگار یه خبرایی هست. و در نهایت در سال 2011 بود که اونها به طور رسمی اعلام کردند که با هم در ارتباطن و در ابتدا هم سلنا به نظر میرسیده که رابطه رو اونقدر هم جدی نمیگرفته، رابطه‌ای که در نهایت باعث فروپاشی روانی اون میشه و سلنا رو راهی آسایشگاه روانی میکنه. عکس‌ها و فیلم‌های این دو نفر در تمام مجلات و برنامه‌های تلویزیونی پخش میشد و اصلا نمیشه تصور کرد سودی که اسپانسرها، پاپاراتزی‌ها و برنامه‌های مختلف تلویزیونی از رابطه این دو نفر به جیب زدن چقدر هست. در اواخر سال 2012 و بعد از حدود 1 سال و نیم رابطه جاستین و سلنا برای اولین بار به بنبست میخوره و اونها با هم بریک اپ میکنن و اعلام میکنن که مشکل اونها هماهنگ نبودن برنامه‌هاشون و نداشتن فرصت کافی برای قرار گذاشتن هست. اما کاشف به عمل میاد که جاستین در یکی از شوهای ویکتوریا سیکرت با مدل معروف باربارا پالوین وقت میگذرونده و به نظر میرسیده که سلنا اعتماد خودش رو در رابطه از دست داده و به این ترتیب تصمیم گرفتن که از هم جدا بشن. بعد از پخش شدن این خبر طرفدارای سلنا به پیج باربارا حمله میکنن و حتی اون رو تهدید به مرگ کردن، اما باربارا تمام این شایعات رو رد میکنه، در صورتی که یک طرف ماجرا هم خود جاستین بوده که میرفته با دخترای دیگه رابطه برقرار میکرده. جاستین و سلنا هر دو در مصاحبه‌هاشون اعلام کردن با اینکه بریک اپ براشون سخت بوده ولی حالشون خوبه و دارن به زندگیشون میرسن. اما بعد از تمام شدن رابطه پاپاراتزی ها و مجری ها ولکن این ماجرا نبودن و همچنان در مورد رابطه قبلیشون از هر دو نفر سوال میپرسیدن. Don't ask me about her again. Sir, اما ماجرا فقط رسانه ها نبود. خود جاستین هم مرتب در شبکه‌های اجتماعی در مورد این رابطه پست‌های سیاه و سفید میذاشت و سری پاکشون میکرد. در همین موقع در سال 2013 بود که رفتارهای جاستین عوض شد و به یک پسر دردسرساز و مشکلدار تبدیل شد که من اصلا یک ویدیوی جداگونه در مورد زندگی جاستین ساختم که لینک اون رو در انتهای همین ویدیو میذارم و میتونید برید و اون ویدیو هم ببینید. در سال 2014 این دو نفر دوباره با هم دیده میشن و این سوال برای همه پیش میاد که آیا این دو نفر به هم برگشتن یا نه. اما این شایعات خیلی زود رد میشه چون در همون ماه بوده که جاستین به خاطر رانندگی در حین مستی دستگیر میشه، در حالی که همراه اون در ماشین شانتل جفریز بوده و در کل همه چیز خیلی قرقاتی و پیچیده به نظر می اومده. از همون موقع به بعد جاستین با زنهای بسیار زیادی، مدل‌ها، بازیگرها دیده می شده و کلا با دخترهای خیلی زیادی از
جمله کندال و کایلی جنر قرار میذاشته که بعد از پخش شدن این عکس‌ها سلنا کندال و کایلی جنر رو در اینستاگرام آنفالو میکنه. در همون سال 2014 سلنا برای دوره‌ای به یک آسایشگاه روانی میره که رسانه‌ها اعلام میکنن که این میتونه مربوط به فشار روانی باشه که سلنا به خاطر بیماری لوپوس و همچنین رابطه‌اش با جاستین تحمل میکرده و در همون سال هم بوده که اعلام شده این دو نفر دوباره رابطه‌شون رو از سر گرفتن و جاستین عکسایی از خودشون رو در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشت. اما این دفعه هم رابطه‌شون زیاد طول نکشید و فیلمی از سلنا در فرودگاه پخش شد که به نظر میومد بسیار عصبانی و ناراحته و بعد اعلام شد که این دو نفر دوباره از هم جدا شدن و بعد از این ماجرا بود که سلنا آهنگ Heart Wants What It Wants رو ریلیز میکنه که تا مدت‌ها جز پرفروشترین آهنگ‌ها میشه که در واقع این آهنگ در مورد رابطه‌اش با جاستین هست و مدلی هم که در این آهنگ به جای جاستین بازی میکنه بسیار شبیه به اونه و مانند اون هم رفتار میکنه. همچنین سلنا بسیار به طور دراماتیک و احساساتی این آهنگ رو به طور زنده اجرا میکنه و میگه بسیار خسته است که همیشه به خاطر رابطه‌اش تعریف و شناخته میشه. این در حالی هست که خودش به طور مرتب در مورد رابطه آهنگ میسازه و یا در مکانهای عمومی رفتارهای دراماتیک از خودش نشون میده. چون به طور کلی در هالیوود بسیاری از روابط هستن که کاملا پنهان میمونن و هیچکس هم ازشون خبردار نمیشه. خواننده ها و بازیگرها در بسیاری از موارد اگر بخوان میتونن کاملا روابط خودشون رو پنهان کنن. در اواخر سال 2014 بوده که رابطه جاستین با هیلی بیبر در رسانه ها پخش میشه. اونها با هم به کلیسا میرفتن و شروع سال 2015 هم کنار هم میگذرونن. اما به گفته خود جاستین اونها فقط با هم دوست بودن و صرفاً با هم وقت میگذروندن. در واقع این پدر و مادر جاستین و هیلی بودن که این دو نفر رو به هم معرفی کردن، چون هیلی هم مانند جاستین به کلیسا میرفته و اونها دوست داشتن که این دو نفر با هم آشنا بشن و اینطوری جاستین هم مقداری سر به راه بشه. در سال 2015 وقتی جاستین با هیلی وقت میگذرونده و عکسایی مانند این پخش میشدن، جاستین یک عکس بسیار صمیمی با کندال جنر در پیج خودش میذاره و خودتون متوجه میشین چقدر همه چیز قراقاتی و عجیب غریب بوده. در همین زمان سلنا با دیجی زن قرار میذاشته که در همون سال هم رابطهشون به هم میخوره و دوباره در همون سال اونها در بار یک هتل با هم دیده میشن و جاستین بعد از خوندن یک آهنگ احساساتی سلنا رو بغل میکنه و اونها همدیگر رو میبوسن. یک هفته بعد از پخش این فیلم جاستین آلبوم جدیدش رو پخش میکنه و میگه که 3 تا از اون آهنگ‌ها مربوط به سلنا هست. از این بازه‌های زمانی کاملا میشه متوجه شد که چطور اونها از روابط شخصی خودشون برای فروش آلبوم‌هاشون استفاده میکنن و در این مرحله آدم اصلا متوجه نمیشه که کلا این روابط واقعی هستن یا نه. یکی از این آهنگ‌هایی که در این آلبوم هست آهنگ معروف ساری هست که فروش بسیار قابل توجهی داشته و کلا در این آلبوم جاستین یه طوری گفته که اون میخواد که اونها دوباره به هم برگردن. درست 1 ماه بعد از پخش و فروش آلبوم جاستین عکسایی از خودش و هیلی منتشر میکنه که دارن همدیگر رو میبوسن و اینطوری اعلام میکنه که اونها در رابطن و خودتون متوجه میشید که سلنا در چه رابطه گیج کننده گیر افتاده بوده. به نظر میرسیده که هر دفعه که جاستین مطمئن میشده هنوز هم میتونه دل سلنا رو به دست بیاره دوباره میرفته سراغ یک دختر دیگه. انگار یه طورایی جاستین کلا دخترها رو تو آب نمک میذاشته و هر چند وقت یک بار سراغ یکیشون میرفته. در سال 2016 کاملا مشخص میشه که جاستین و هیلی با هم رابطه دارن و این رابطه هم از طرف جاستین یک رابطه اوپن هست و جاستین یک روز با هیلی دیده میشده و لحظه بعدی عکسی از رابطه قبلی خودش با سلنا منتشر میکرده. در همون سال رابطه جاستین و هیلی به هم میخوره و همدیگر رو در شبکه‌های اجتماعی آنفالو میکنن و جاستین وارد رابطه با سوفیا ریچی میشه. اما فنها اصلا این رابطه رو دوست نداشتن و به صورت آنلاین سوفی رو تحقیر و بولی میکنن که شخصا اصلا نمیدونم این حملات واقعی هستن یا اصلا گروه مشخصی از یکی از اکس های جاستین، حالا هر کس بوده، میومده و این موج تنفر رو در شبکه‌های اجتماعی راه مینداخته. این حمله ها اونقدر زیاد میشه که در نهایت جاستین در یکی از پست های خودش مینویسه که اگر این رفتار رو عوض نکنید پیجم رو پرایوت میکنم و زیر همون پست سلنا کامنت میذاره که اگر نمیتونی این حمله ها و این تنفرها رو تحمل کنی از دوست دخترت عکس
عکس نذار، که انصافا این خودش نشون میده این موج قلدری داره از کجا آب میخوره. جاستین بهش جواب میده که واقعا ناراحت کننده است که میبینم هنوز بعضیا برای جلب توجه از من استفاده میکنن و من رو مقصر همه چیز میدونن. دوباره سلنا زیر همون پست جواب میده که جالبه که اونی که مداوم خیانت میکرده انگشت اتهام رو به سوی کسی میگیره که همیشه میبخشیده. جای تعجبی هم نداره که فنها عصبانی هستن. و بعد دوباره جاستین زیر همون پست جواب میده من خیانت کردم، آها یادم رفته بود که تو و زین با هم رابطه داشتین. بعد از تمام این حاشیه‌های سرگرم کننده برای فنهای دو نفر که میشه راجبش تا 1 ماه غیبت کرد، سلنا در اسنپ چت میگه حرفایی که زدم خودخواهانه و بی جهت بود و از طرف دیگه جاستین کل پست‌های اینستاگرامش رو پاک میکنه. سوفیا و جاستین چند ماه بعد به هم میزنن و در عین حال سلنا با خواننده مشهور ویکند در سال 2017 وارد رابطه میشه که من یک ویدیوی جداگانه هم راجع به این رابطه در آینده براتون میسازم. جاستین اصلا از رابطه جدید سلنا خوشحال نبوده و اون به پاپاراتزی ها میگه که آهنگ‌های ویکند مسخره هستن و من اصلا نمیتونم اونا رو گوش بدم. سلنا و ویکند در همون سال 2017 بعد از چند ماه رابطه بریک اپ میکنن و درست بعد از به هم خوردن رابطه سلنا با جاستین دوباره وارد رابطه میشه. به این ترتیب در اواخر سال 2017 تا اوایل سال 2018 اونها در همه جا با هم دیده میشدن. سلنا بسیار از رابطه دوباره با جاستین خوشحال بوده و حتی در یک پست تولد اون رو تبریک میگه. اما این دفعه هم رابطه اونها چندان دوام نمیاره و درست بعد از 3 ماه جاستین مجددا با هیلی وارد رابطه میشه و بعد از مدت بسیار کوتاهی تقریبا 2 ماه از هیلی درخواست ازدواج میکنه و هیلی هم که مدت‌ها بوده در آرزوی همچین لحظه‌ای بوده و تمام روابط عجیب جاستین رو نادیده گرفته بوده، بالاخره به آرزوش میرسه. از اون طرف تمام فنها، غیر فنها و بیشتر از همه خود سلنا گومز در شوک و ناباوری میرن، چون سلنا اساساً فکر میکرده رابطه هیلی و جاستین اصلا جدی نیست و اینطور تصور میکرده که اون و جاستین برای 100مین بار هر موقع که بخوان دوباره به هم برمیگردن و در همون بازه زمانی سلنا دچار فروپاشی روانی میشه و دوباره در آسایشگاه روانی بستری میشه. اواخر سال 2018 روزهای بسیار سختی برای سلنا بوده و از تمام استوری ها و لایف های اون میشد فهمید که چقدر ناراحت و افسرده است و تصمیم میگیره مدتی را از شبکه‌های اجتماعی فاصله بگیره. 1 سال بعد از نامزدی جاستین و هیلی عروسی خودشون رو برگزار میکنن و در همون موقع بوده که سلنا آهنگ Lose You to Love Me رو منتشر میکنه که در واقع برای همیشه با عشق جاستین بیبر خداحافظی میکنه تا بتونه خوشحالی رو تو زندگیش پیدا کنه. اون همچنین اعلام میکنه رابطش با جاستین بسیار ناسالم بوده و مورد سوء استفاده قرار گرفته و خیلی ها به این موضوع اعتراض میکنن و به سلنا میگن که تو مدت زیادی هست که داری از این رابطه برای بودن در مرکز توجه و مظلوم نمایی استفاده میکنی و خودت ولکن ماجرا نیستی. مدت‌ها بعد جاستین در یک پست اینستاگرام اعلام میکنه که در سال 2019 تحت تاثیر مواد مخدر بوده و در طول این مدت با تمام کسانی که با اون در رابطه بودن به نحوی بدرفتاری کرده و بابت این موضوع پشیمونه و معذرت میخواد و اون الان در بهترین دوره زندگیش هست، یعنی اینکه اون الان با کسی که دوستش داره ازدواج کرده و داره باهاش زندگی میکنه. با گذشت سالها از این ماجراها هنوز این داستان رابطه سلنا و جاستین به نحوی ادامه داره و هر چند وقت یک بار حاشیه‌ای در مورد ارتباط این دو نفر ساخته میشه. در حال حاضر سلنا با بنی بلانکو در رابطه هست و به نظر میاد از رابطه خودش هم بسیار خوشحاله که من در مورد این رابطه هم یک ویدیو ساختم که لینکش رو در انتهای همین ویدیو قرار میدم و اگر دوست داشته باشین میتونین برین و اون ویدیو هم ببینین. خب دوستان ممنون که تا اینجای برنامه با ما همراه بودین. اگر این ویدیو رو دوست داشتین خوشحال میشم که لایک کنید، کانال ما رو سابسکرایب کنید و ما رو به دوستان خودتون معرفی کنید. تا برنامه بعد، خداحافظ.